اگر از درست کردن کوکوهای تکراری خسته شدی، آموزش امروز رو با دل و جون همراه من باش. بچه ها نیاز داریم به چند عدد سیب زمینی که آب پزش میکنیم، پورش میکنیم، کره رو بهش اضافه میکنیم، ادویه هایی که داخل کپشن براتون نوشتم و اضافه میکنیم و به خوبی مثل این فیلم ورزش میدیم. بهش آرد سوخاری، نعنای خوش شده اضافه میکنیم و دوباره به خوبی ورزش میدیم. بعد نیاز داریم به پنیر پیتزا، اونم بهش اضافه میکنیم. داخل تاب کمی روغن، زمانی که داغ شد کوکامون رو به هر شکلی که دوست دارید، گرد، مربع، هر مدلی که دوست دارید در بیارید و با شعله متوسط دو طرفش رو سرخ کنید. یعنی فقط نگم براتون از خوشمزگیش، رنگ و لابش هم میبینید که چقدر عالی شده. شما درست کن ببین بچه ها چی جوری عاشقش میشن. یک کوکو خیلی سالم و متفاوت. اگر این آموزش رو دوست داشتی برای دوستای گلت هم بفرست.